سلام به همه دوستان عزیز. من مهدی هستم از کانال یوتیوب میکسورس. امروزم با یک آموزش در زمینه حالا مشکلات اینترنتی یا بگیم که حالا فیلتر شکن با شما هستیم. در این آموزش میخوایم یه روشی بهتون یاد بدیم برای دور زدن حالا فیلترینگ یا محدودیت های اینترنت از روش SNI Spoofer میخوایم استفاده کنیم که یه روشی که در دوران قطعی اینترنت خیلی خیلی خوب جواب داد و چند بار هم درسته که حالا محدودیت ایجاد شد براش و قطع شد، اما خیلی اوقات وصل بود و سرعت خیلی خیلی خوبی داشت. حالا آموزشش رو براتون میذاریم. الان که حالا اینترنت ها قطعه برای ما خیلی خوب جواب میده و متصل هستیم. حالا احیانا اگر اینترنت ها متصل هم شد میتونیم به عنوان یک VPN در کامپیوتر و یا لپتاپتون استفاده کنیم، چون سرعت خیلی خوبی داره و خیلی هم راحته. نیازی هم به نرم افزارهای پولی و فیلتر شکن‌های پولی و این چیزا نیست. خب اول از همه خیلی خیلی خوشحال میشم که حالا برای حمایتم که شده کانال رو سابسکرایب کنین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد و به دردتون خورد لایک یادتون نره و همینطور سوالاتتون رو میتونین در کامنت ازم بپرسین. خب برای استفاده از این نرم افزار ما به 2 نرم افزار نیاز داریم. این روش حالا خیلی راحته که حالا من فایلاشون رو در کانال تلگرام براتون گذاشتم که حالا لینکش هم در دیسکریپشن براتون نوشتم، میتونید از اونجا بریم کانال تلگرام و دانلودش کنید. دانلودش کردین یه فایل زیبه، فایل زیپ رو که باز کنین و اون رو اکسترکت کنین یه همچین چیزی داخلش هست که حالا نرم افزار، یکیش نرم افزار SNI Spoofer هست که داخلش هست و یکیش هم نرم افزار ویتوری هست و این فایل تکست هم کانفیگ مربوط به ویتوری که در آینده بهش میپردازیم. خب بریم سراغ آموزشمون. اول از همه نرم افزار SNI Spoofer رو به صورت در اولین بار لازمه که به صورت ران از ادمینتور بازش کنین. من تمامی تنظیمات رو براش انجام دادم، شما نیازی نیست چیزی انجام بدین. حالا احیانا اگر تنظیماتتون با تنظیمات من یکی نبود حتما این 2 گزینه رو باید انجام بدین. یکیش همون کاستوم SNI هست که باید بنویسین حالا hcaptcha.com و IP هم این IP که اینجا هست 104.19.229.21 رو باید وارد کنید. اول از همه بگم که حتما قبل از اینکه این نرم افزار رو اجرا کنین حتما مطمئن بشین که به یک اینترنت متصل هستین، حالا چه وای فای یا هات اسپات گوشی فرقی نمیکنه. حالا بعد از اینکه حالا اینترنتتون رو متصل کردین و نرم افزار رو اجرا کردین و اینها رو هم بهش وارد کردین، روی استارت کلیک میکنید و این گوشه باید رانینگ روشن بشه. حالا با این نرم افزار کاری نداریم، اینو مینیمایز میکنیم. نرم افزار بعدیمون که ویتوری هست رو روشن میکنیم. نرم افزار ویتوری به یک سری کانفیگ نیاز داره که حالا من کانفیگارم توی همین فایل زیپی که گذاشتم به صورت فایل تکست اینجا هست. تکست رو باز کنین و تمامی اینها رو کپی کنین. کپی که کردیم میریم داخل ویتوری، از قسمت کانفیگوریشن روی ایمپورت میزنید و وارد ویتوری میشه. از قسمت پایین حتما این گزینه ها رو رعایت کنید. یکیش کلیر سیستم پروکسی هست که حتما باید روشن باشه، چون هر بار که این روش رو استفاده میکنین امکان داره که پروکسی سیستمتون رو به هم بزنه، پس بهتره که این روی این گزینه باشه اولی. و یکی خیلی خیلی مهمه، حتما یک بار که وارد نرم افزار ویتوری میشین این انیبل تون رو فعال کنید. یک بار خودش خاموش میشه و بعد دوباره میاد و یک بار هم باز
این رو بزنیم تا روشن بشه. حالا یک بار از این قسمت ازش یه دونه پینگ میگیریم ببینیم که وصل شدن یا نه. همونطوری که میبینین خیلی هم پینگ های خیلی خوبی میده. حالا هر کدوم حالا دلتون خواست میتونین روش کلیک راست و ست از اکتیو رو بزنین تا بهش متصل بشه. و همین بود روش SNI Spoofer. حالا اگر یک بار یوتیوب مثلا به یوتیوب یک بار رفرشش میکنم، همونطوری که میبینین یوتیوبمون هم وصل شد، سرعتش هم خیلی عالیه و مشکلی نداره. تنها مشکلاتی که میتونین داشته باشین اگر احیانا ویتوریتون بهتون پینگ نداد و به صورت -1 نشون داد همشون رو، احتمال داره که از این قسمت روی گلوبال یک بار امتحان کنید. حالا بهترش همون وایت لیسته که حالا ترجیحاً من بهتون میگم که این گزینه رو بذارین. اما اگر احیانا -1 بهتون داد تمامی پینگ ها رو، منظور در حالت کلی پینگ بهتون نداد، یک بار روی گلوبال بذارینش و حتما یادتون بمونه گزینه اینیبلتون رو یک بار فعال کنید. اینطوری هم پینگاتون هم بهتر میشه و مشکلاتی هم ایجاد نمیشه. حالا اگر مشکلی داشتین در کامنت ها برام بنویسین. و اینکه این روش برای گوشی موبایل نرم افزار نداره. البته یه نرم افزار داره که حالا خیلی مشکله چون باید گوشیتون روت باشه و این جور چیزا که حالا من پیشنهاد نمی کنم. روت کردن گوشی یه جوری میشه گفت که برای از لحاظ امنیتی برای گوشیتون صلاح نیست. اما من میخوام یه دونه روش بهتون یاد بدم که بتونین از این روش که حالا روی کامپیوتر یا لپتاپتون اجرا کردین اون رو با گوشیتون به اشتراک بذارین. حالا این چطوریه؟ بریم اونم بهتون یاد بدم. ابتدا مطمئن بشین که حالا اینترنت گوشی و کامپیوترتون هر دو به یک منبع اینترنت وصل شده باشن. مثلا هر دو به وای فای خونتون وصل بشن یا هر دو به هاتسپات وصل بشن، هاتسپات گوشی وصل بشن، همون انتقال داده. حالا من بهترین روش هم برای اینکه هیچ مشکلی براتون پیش نیاد ترجیحاً از انتقال داده استفاده کنید. منظورم اینه که انتقال داده رو در اختیار کامپیوترتون بذارین و تمام، دیگه هیچی نیاز نیست انجام بدین. برای اشتراک گذاری این VPN با گوشیتون یه سری تنظیمات باید انجام بدین. یکیش میرین توی نرم افزار ویتوره از قسمت ستینگ و آپشن ستینگ این قسمت این تیک رو بهش اضافه میکنیم. در حالت این خاموشه، حالا من خودم روشنش کردم و در آخر روی کانفیرم کلیک کنید و حالا دیگه با نرم افزار ویتوره کاری نداریم. میریم سراغ نرم افزار ویتوره روی گوشی موبایلمون. نرم افزار ویتوره رو باز میکنیم، از قسمت بالا روی علاوه میزنیم و نوع میخوام یه دونه کانفیگ براش بسازیم از نوع ساکس. اد ساکس رو میزنیم. در قسمت اول حالا مهم نیست، یه دونه اسم براش تعیین کنیم. در قسمت آدرس ما باید IP کامپیوتر خودمون رو پیدا کنیم. IP کامپیوتر خودمون رو از کجا پیدا کنیم؟ در قسمت حالا سرچ از پایین قسمت استارت لازمه که فقط بنویسین CMD که بزنیم یه دونه اینتر میزنیم و در این قسمت بنویسین IP config و اینتر رو بزنیم. اینجا یه سری IP بهمون میده. این قسمت هر چیزی که نوشته قسمت IPv4 آدرس
این IP کامپیوتر شماست. این رو در قسمت آدرس وارد میکنیم. و 22 قسمت پورت هم این رو پاک میکنیم و مینویسیم 10808 و بقیه گزینه ها هیچ چیزی نیاز نیست و از بالا این رو تاییدش میکنیم. و الان مثلا ما میکس رو ساختیم، من قبلا هم یه دونه ساخته بودم، حالا روی میکس کلیک میکنم و همونطوری که میبینین بس شد. ازش یه دونه هم پینگ میگیرم، به همون پینگ هم داد و این بود در واقع روشی که میتونین از این روش که حالا برای ویندوز ساخته شده میتونین ازش استفاده کنین برای گوشی موبایلتون. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. اگر هم حالا مشکلی داشتین حتما در کامنت ها برام بنویسین تا براش راه حلی پیدا کنیم. بازم خیلی خوشحال میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنین. انشالله در آینده آموزش های خیلی خیلی خفنی در کانال گذاشته میشه. ممنون. خدا نگهدار.